خیلی به من بی احترامی شد. خیلی بنده 4 بار مجوز مس المپیا گرفتم، کلی عناوین و رزومه توی کارنامه خودم دارم. خودم اثبات کردم تو این ورزش. گفتم باید بلیط تهیه کنید و رفتم از در بالایی از در پایینی برم داخل، دیدم باید بلیط بگیرید. رفتم بلیط تهیه کردم برای خودم و دوست عزیزم و برای خودم خیلی متاسفم. بعد از چندین سال رفتم وارد مسابقات کشوری شدم و به این شکل با ما برخورد شد. به جرئت میتونم بگم تو این سالن بیشتر افتخارات رو برای کشورم آوردم، برای ورزش آوردم و انتظار چنین برخوردی نداشتم و خیلی گله‌مندم از برگزاری مسابقات که بنده رو خیلی غریبانه اومدم اونجا. با نهایت بی‌احترامی من از اونجا اومدم و واقعا دلم شکستش و واقعا به خودم گفتم که دیگه به هیچ عنوان پا تو عرصه رقابت‌های داخلی نذارم.